سلام، من طیبه ام و تصمیم گرفتم از این به بعد بیشتر با هم دیگه باشیم. من یه مشاورم، کسی که سالهای ساله در جستجوی اینه که ببینه چطوری میشه یه زندگی معمولی رو با کیفیت در کرد، با اتفاقهای ممکن در دسترس و در واقع امکان پذیر، نه با اتفاقات شاق و خارق‌العاده‌ای که ممکنه توی زندگیمون رخ بدن، ممکنه هم هست توی زندگیمون رخ ندن. فقط ماجرا اینجاست که این روزا مصادف شده با اسباب کشی من به یه شهر و یه استان جدید و قطعا کل تجربه تازه. پس از روزای این اسباب کشی با شما حرف میزنم. خب صبحونه یه وسط اسباب کشی رو هم بخوریم، ساده و مختصر و مفید. راستش از بچگی، یعنی از بچگی که نه، از نوجوانی، یکی از چیزایی که خیلی حس خوب بهم میداد این بود که بتونم تغییر ایجاد کنم، تغییرای خوب. مثلا وقتی یه نفر با هم درد دل میکرد، حرف میزد و بعدش میگفت چقدر سبک شدم، یا به هم اعتماد میکرد و حرف میزد و بعدش از حال خوبش به هم میگفت، این برای من خیلی خوشایند و خوشحال کننده بود. به خاطر همین بود که بعدش هم رفتم سراغ رشته مشاوره. امروز روز دوم اسباب کشیه. من از این وسیله توی کابینتی میخواستم، سفارش دادم، اومد رسید و الان بریم بهتون ببرم. من این داشتم فکر میکردم که توی همه این سالهایی که گذشت، کتابایی که بهشون علاقه‌مند میشدم کتابایی بودن که یه نگرش واقعی از زندگی ارائه میدادن. یعنی نویسنده یا قهرمان کتاب کسی بود که مشکلات واقعی زندگی رو تجربه میکرد. نمیدونم، گاهی بی پول میشد، گاهی دچار اتفاقات ناخوشایند و ناخواسته میشد، شرایط خانوادگیش کم و زیاد مشکل داشتن، ولی قهرمان داستان بالاخره یه جایی که وسط این اوضاع خیلی بد زندگی داشت به سر میبرد، به این نتیجه میرسید که میخواد زندگیش رو تغییر بده و نه به راحتی اما با تلاش و ممارست قادر میشد زندگیش رو تغییر بده. آدمایی که از دل یه طوفان بیرون اومده بودن و اینها شخصیت‌های مورد علاقه منن و این تجربه‌ایه که من چند سالیه در جستجوش هستم. چیزی که میتونم بگم توی 5-6 سال گذشته خیلی وقتا خودم هم موفق شدم تجربهش کنم و اینجا قراره بیشتر در موردش حرف بزنیم. وسط کارا بودیم که یه زلزله هم بندر عباس اومد و مجبور شدیم یه چند ساعتی کارا رو ول کنیم بریم بیرون و حالا که یکم اوضاع آروم‌تر شد برگشتیم خونه. از علایقم گفتم، از دغدغه‌هام گفتم. اگه بخوام خلاصه هم خودم معرفی کنم باید بگم 31 سالمه، خودم شیرازیم، همسرم اهل بندر عباسه، الان مهاجرت کردیم به بندر عباس، قراره اونجا کلی تجربه خوب داشته باشیم، در مورد زندگی توی یه استان جدید صحبت بکنیم، اینکه چطوری توی همچین تغییراتی همچنان زندگی خودمون رو با کیفیت نگه داریم و مسائلی از این قبیل. من برم به بقیه کارم برسم، بعد گزارشش رو بهتون میدم. امروز روز سوم اسباب کشیه، کلی از کارا انجام شدن، کلی از کارتونا خالی شدن، خدا رو شکر کارای آشپزخونه هم داره کم کم تموم میشه و بعد خیلی قشنگم نصب شد و بشینیم یکم حرف بزنیم. یه چایی بخوریم و یکم حرف بزنیم. یادته گفتم یکی از مهمترین چیزایی که برام واجد ارزش بود و هست اینه که تغییر مثبت ایجاد بکنم توی زندگی خودم و کشف کنم ببینم حالا ما با چه تغییرایی میتونیم یه مقدار حالمون رو بهتر کنیم. توی این سالهای گذشته که من یه مقدار دستاورد داشتم توی این زمینه و احساس کردم تونستم از یه طوفانی خودم رو عبور بدم، چون روزهایی که پی به ارزش حال خوب درونی بردم روزهایی بودن که فهمیدم خیلی حالم بده و این علامت اون روزاست. روزایی که من توی یه روز زمستونی خوردم زمین و توی یه اتفاق خیلی ناگهانی و پیش بینی نشده دستم از 2 قسمت شکست، از سر دستم آسیب جدی دید و معضلش شد این پلاتین 20 سانتی. توی اون روزا من مجبور شدم مدت بیشتری توی خونه بمونم، یه خلوت داشته باشم، کارامو نمیتونستم انجام بدم و همه اینها باعث شد که متوجه بشم چقدر حالم بده، چقدر ارتباطم با خودم بده و چقدر علیرغم اینکه من تا فوق لیسانس مشاوره خیلی خوب پیش اومدم اینها رو نتونستم عملیشون بکنم و اون روزا برای من خیلی روزای ارزشمند و مهمی بودن. بخاطر همین اینجا رو خیلی دوست دارم. این برام یه یادآوری ارزشمنده که تو تونستی خودت رو از اون طوفان عبور بدی. و یکی از چیزهایی که توی عبور از اون طوفان بهم کمک کرد توجه کردن به جزئیات بود و ایجاد تغییر از چیزهای کوچیک و در دسترس، مثل همین فضای اطرافمون. متوجه شدم که چقدر دوست دارم و چقدر حالم بهتره وقتایی که میام و فضای اطرافم رو مرتب میکنم، فضای اطرافم رو بهش رنگ میدم. اصلا ورود رنگ به زندگی من یکی از معجزه های زندگیم بود، یکی از قشنگی ها بود. ورود گیاهان به زندگی من یکی از قشنگی ها بود. به خاطر همین سعی میکنم اولین جایی که میرم
کاری که انجام بدم این باشه که بیام این مقدار تغییر ایجاد بکنم، این مقدار قشنگی ایجاد بکنم، چون تاثیر مکان روی احوالات درونی من، شما و تک تک ماها غیر قابل انکاره. همون جوری که وقتی میریم توی طبیعت حالمون خوبه، ولی وقتی توی ترافیک گیر میکنیم اصلا آشفته میشیم. این تاثیر مکان بر جسم و روان ماست. بفرمایید. دنیل پینک خیلی قشنگ میگه ما در نهایت به خاطر کارهایی که انجام ندادیم بیشتر احساس پشیمونی رو تجربه میکنیم تا کارهایی که انجام دادیم. وقتی که به خودمون فرصت زندگی کردن خارج از منطقه امنمون رو ندادیم، وقتی که به خودمون فرصت داشتن یه زندگی فراتر از معمولی رو اصلا ندادیم و هیچ چیز جدیدی رو نخواستیم که تجربه بکنیم، همیشه یه حس پشیمونی زیادی رو با خودمون داریم. حتی اگر کاری رو بریم انجام بدیم و به نتیجه نرسه، احساس پشیمونی ما کمتر از اون حالتیه که هرگز به خودمون فرصت تجربه کردنش رو ندادیم. و یه جورایی به قول دنیل پینک باهاش قرار بذارین، واسه یه راه اندازی کسب و کارتون قدم بردارید، واسه اینکه بخواید یه تغییر ظاهری رو ایجاد کنید، یه زندگی جدیدی رو تجربه کنید، یه قدمی بردارید و نترسید. این پشیمونی که از انجام ندادن کارها دارید دردناکتر و سنگین‌تر خواهد بود. امروز روز 5 اسباب کشی بندر و کار رو به اتمامه، ولی حقیقتا خودم احساس میکنم مثل دونده ها توی دور آخر کم خوردم، انرژی خالی کردم. چون ما تقریبا یک هفته هم مشغول جمع کردن وسایل توی شیراز بودیم، 2 روز کارهای مربوط به باربری، 1 روز هم توی راه بودیم و الان 5 روزه که مشغول کارهای بندر بودیم. خسته شدم، ولی حقیقتا از این آشفتگی که وجود دارم خیلی خوشم نمیاد. امیدوارم امروز همه تلاشم رو بکنم و کار تمام بشه، چون اون نظم بعدش خیلی برام ارزشمنده و بارها دیدم که اون نظم بیرونیه یه نظم و آرامش درونی هم در من ایجاد میکنه. نمیدونم تو تجربهش کردی یا نه، اگه تجربهش کردی بهم بگو، ولی برای من بارهای بار اونقدری تجربه شده که تقریبا برام ثابت شده. بالاخره عصر روز 5 همه وسیله ها باز شدن، آشپزخونه کامل تمیز شد، فقط کفش باید جارو زده بشه و که کم کم باید بیایم سراغ چیدن وسایل. فکر میکنم خیلی خوب بشه، حتی از چیزی که فکرشو میکردم هم قشنگ‌تر بشه. و حالا این چایی خوردن داره، کارا تموم شده، همه جا مرتب و این چای خیلی میچسبه. کارهای خونه و اسباب کشی تموم شد و خواستم بگم ازتون ممنونم که توی این اسباب کشی و کارا همراه هم بودیم. ولاگ بعدی یه تور از خونه است که با چیدمان جدید چه شکلی شده. من توی این ویدیو سعی کردم در مورد خودم و چیزایی که قراره اینجا در موردشون تولید محتوا داشته باشیم صحبت کنم. احتمالاً محتوامون از این به بعد به 2 شکل خواهد بود. یکی ولاگ ها که انجام بخشی از اون مواردی هستن که کمک میکنن ما توی زندگیمون آرامش، شادمانی، احساس رضایت درونی بیشتر و در کل کیفیت بالاتری رو لمس و تجربه بکنیم. و یه سری هم حرفای جدی ان در مورد همین نکاتی که کوچولو کمک میکنن که ما زندگی بهتری رو تجربه بکنیم. پیش ازتون ممنونم که همراه هم هستین. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا ولاگ بعدی، خداحافظ.